مردم این 4 کشور در یک سال اینقدر گوشت میخورند که دیگه کشورها در 10 سال هم به این اندازه مصرف نمیکنن. و شماره یکش حیرانتان میسازه. شماره 4 استرالیا. در استرالیا باربیکیو تنها یک غذا نیست، تقریبا مثل یک ضرورت حتمی است. هر نفر در سال بیش از 80 کیلو گوشت میخوره. گاو، گوسفند و حتی کانگارو همگیش محبوب است. شماره 3 ایالات متحده آمریکا. امریکایی‌ها سالانه حدود 100 کیلو گوشت هر نفر مصرف میکنند. از غذاهای مشهورشان معلوم دار است: برگرهای آبدار، هات داگ‌ها و چکنای سوخاری افسانه‌ای. اما اگه فکر میکنی امریکایی‌ها زیاد گوشت میخورن، اشتباه است. شماره 2 آرژانتین. میشه گفت عاشقان گوشت در جهان. مردم آرژانتین هر نفر نزدیک به 110 کیلو گوشت در یک سال میخوره، یعنی تقریبا روزانه نیم کیلو. غذای معروفشان آسادو تنها یک غذا نیست، یک رسم خانوادگی، یک جشن، یک گرد همایی است که در هر مناسبت در جمع خوراکی‌ها هست. و حال سوال اصلی، کدام کشور در مقام اول قرار داره؟ در کامنت نوشتیم.